سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان. شما صدای من رو از رادیو ارکوته از شهر استکهلم و روی موج اف ام فرکانس 91.6 مگاهرتز شنونده هستید. اولین برنامه پرسمان هست در سال 1398. جا داره هم تبریک سال تازه رو بگم، هم از طرف خودم و همکارانم تسلیت بگم به بازماندگان حوادث سیل ایران. با برنامه دیگه از سری برنامه‌های پرسمان در خدمت شما عزیزان هستم با 4 مهمان گرامی: جناب آقای اسماعیل نوری‌علا، سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران، آقای کاکو علیار، کارشناس امور بین‌الملل، آقای کاوه آهنگری، عضو جریان سوم، و جناب آقای محمد نوریزاد، نویسنده، فیلمساز و فعال مدنی. خیلی خوش اومدید به برنامه پرسمان. سوال خودم رو از آقای نوری‌علا شروع میکنم. جناب نوری‌علا، همونطور که مستحضر هستید برنامه درباره سال گذشته، رویدادهای سال گذشته ایران و سال پیش روه. میخوام شما ارزیابی خودتون رو از سال 97 از نظر اقتصادی سیاسی چه بر ایران گذشت، چه تحلیلی دارید؟ بفرمایید. من فکر میکنم که البته فرمودید اقتصاد سیاسی؟ نه، گفتم از نظر اقتصادی و سیاسی. از نظر بله، عرض کنم که به نظر من سال گذشته سال اندراس کامل حکومت اسلامی در ایران بود، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی. از همه جوانب که نگاه بکنید سال بدی بر حکومت اسلامی مسلط بر ایران گذشت و من فکر میکنم که در واقع میشود گفت به خصوص در این سالی که الان توش هستیم که حاصل تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شده و منتهی شد به تحریم، یعنی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی در یک گوشه‌ای گرفتار شده که به این آسونی‌ها نمیتونه از عواقبش آسوده بشه و در نتیجه میشه امیدوار بود که سال گذشته رو آغاز پایان حکومت اسلامی بدونیم. من اینطور احساس میکنم که تمام درها به روی حکومت اسلامی بسته شد و در سال جدید ما وارد یک مرحله تازه‌ای از فروپاشی این نظام خواهیم شد. بله، سپاسگزارم. جناب نوریزاد، شما با تلفن رو خطید و در ایران هستید. میخوام نظر شما رو بپرسم درباره سال گذشته، چه بر ایران گذشت؟ جناب نوریزاد. بله، درود به شما، درود به شنوندگان خوبتون و درود به میهمانان خوبتون. سال گذشته برای جمهوری اسلامی سال نفسگیری بود. یک به یک مفصل بندی نظام جمهوری اسلامی از هم دریده شد و گمان من بر اینه که به یک رأس هرمی ما نزدیک میشیم که این رأس هرم گویا شلیکی است به مغز جمهوری اسلامی. اما ما هیولاهای جمهوری اسلامی رو نباید دست کم بگیریم، هیولاهایی که قدم به قدم در این 40 سال ریخت کشور ما رو به جوری آراستن یا به جوری ویران کردن که یک به یک ما شرم میکنیم از اینکه اسم ایران لغلغه زبان دولت مردان کشورهای مطرح جهان شده و در میان سایر کشورها به تحقیر در افتادیم. مردمی از ایران به تحقیر در افتادن که سرزمینشون رو به امانت به دست ملایان سپردن و نه که ملایان کمترین خردی برای مملکت داری نداشتن. در این 40 پله به نقطه‌ای رسیدن که این تحقیر ملی به نهایت انجام میده و ما شرم میکنیم از این که در بین مجامع جهانی خودمون رو ایرانی بنامیم یا از این زاویه شرمگینیم
که اسم ما به بدی از هر جهت، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ سیاسی و به لحاظ تعامل با کشورهای جهان به ناجوری در افتاده و این موجب رنج همه ماست. من گمانم بر اینه که اگر این 40 پله جمهوری اسلامی رو به یک سراشیب فرتوتی در انداخته، از سال 98 ما به یک شیب تندی در میفتیم که این نظام برای اینکه غرق نشه دست به هر پوشالی خواهد برد و این وسط مردمان ایران روزهای دشواری در پیش دارد، به ویژه که این روزها با یک سیل مهیب هم مواجه‌اند. گویا مردم ایران در یک آزمون بزرگ جغرافیایی، طبیعی، اجتماعی، سیاسی، چه از منظر داخلی و چه از منظر منطقه‌ای گرفتارن. مثلا انگار که مردمان ایران هنوز بچه هاشون به دنیا نیامده بدهکار غرامت‌های بزرگی هستند که بیخردان جمهوری اسلامی برای اونها به جای نهادن و این از این منظر به نظر من سالهای آینده و سال آینده سالهای پرنکبتی برای جمهوری اسلامی است و سالهای پرفشار و پرزحمتی است برای مردمان ایران. بله، سپاسگزارم. جناب آقای آهنگری، ارزیابی شما رو میشنویم. بله، خیلی ممنون. منم ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما میهمانان عزیز و شنوندگان و بینندگان گرامی. ببینید، گذشته رو اگه بخوایم یک ارزیابی بکنیم، یک سری حوادث یا رویدادها، اتفاقات رو میشه به عنوان نوک‌ها یا قله‌های این بردار زمانی در نظر گرفت. مثلا یکی خروج آمریکا از برجام و نظام تحریمیش که شدیدتر شده، کنفرانس ورشو، کنفرانس مونیخ که دو تا کنفرانس امنیتی بودن و میشه گفت که بیش از پیش در گذشته جمهوری اسلامی رو در تنگنا قرار داد. میشه گفت که جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی به هم نزدیک کرد. و همچنین فکر میکنم اگه باز درستش بینومل این سپاه پاسداران آن که نوع این افعال هست. جناب آهنگری، صداتون رو واضح نداریم. پس من باید این الان خوب شد فکر کنم چیز رو استفاده بکنم. اجازه بفرمایید. صدای من هست؟ بله هست، بفرمایید. اگه همچنان در به حساب قسمت خارج از ایران بمونم، قرار دادن سپاه پاسداران در لیست ترور توسط آمریکا، من فکر میکنم این سناریوی امنیتی سیاسی جبهه غرب به حساب رهبری آمریکا و علیه جمهوری اسلامی تکمیل کرد. در رابطه با آینده میتونم به این اشاره بکنم که فکر میکنم همکاری های با اینکه در کتابات هم ناتانی رو که برنده شد، همکاری های سیل آمریکا شدیدتر شد دقیقتر و بیشتر به کشورهای همسایه به ویژه عربان شد. در رابطه با من صدای مهمان برنامه رو آقای آهنگری، بله آقای آهنگری صداتون مشکل داره. من سوال رو از آقای علیار میپرسم تا شما مشکل صداتون برطرف بشه. جناب علیار، ارزیابی شما درباره سال 97 ایران بفرمایید. مهمانا به قسمت عمده ای از مشکلاتی که ایران در سال قبل باش روبرو بوده، یعنی جمهوری اسلامی باش روبرو بوده اشاره کردن. آقای آهنگری به بخش بین المللیش اشاره کرد، اصولا بیشتر شدن فشارها بر جمهوری اسلامی در خاورمیانه و در کل جهان. کنفرانس ورشو اشاره شد، کنفرانس مونیخ اشاره شد و تمرکز دادن ذهنیت جامعه جهانی به سمت مسئله ایران فکر میکنم از لحاظ بین المللی مهمترین نقطه بود که میشه بهش اشاره کرد.
نظر داخلی فکر میکنم اگه خیلی بخوام تیتروار بگم بحران اقتصادی شدید و بیشتر شدن فشار بر مردم ایران فکر میکنم وجه اصلی مشکلاتی بوده که باش روبرو بودن. ناکارآمدی در مدیریت و اوریان شدن این ناکارآمدی جوری که در این سیلاب اخیر کاملا نشان داده شد که جمهوری اسلامی قدرت مدیریت کشور خودش هم نداره، چه برسه به مدیریت جهانی، و دیدیم چقدر مدیریت ناکارآمدی دارن در وجه داخلیش. بیشتر شدن بیکاری در جامعه ایران، بحران بانک ها و کمتر شدن نقدینگی بانک ها در طول سال گذشته کمتر و اگه خیلی دوباره تیتروار بخوام بگم عدم انسجام نخبگان، یعنی نخبه های جمهوری اسلامی هم کسانی هم که تا دیروز با نظام بودن، من فکر میکنم انسجام خودشون را دست دادن و هرچه این فشارهای بین المللی و داخلی بیشتر میشه، من فکر میکنم که سران جمهوری اسلامی هم و کسانی هم که با این نظام همکاری کردن در طول این سالیان، من فکر میکنم انسجامشون کمتر میشه و خودشون هم قسمتی از این نظام کم کم دچار ریزش میشه. آخرین مرحله هم مسئله سپاه پاسداران بود که به لیست ترور اضافه شد، ترور بین المللی، و من فکر میکنم در سال جدید این عواقب بسیار زیادی هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. بله ممنون. مشکل فنی داریم به علت اینکه آقای آهنگری از لیست اسکایپ ما خارج شدن. آقای آهنگری بازم ما تصویرتون رو نداریم، اگه تصویر خودتون رو بتونید بس کنید ممنون میشم. صدام هست؟ بله صداتون هست. جناب نوری، الان من میخوام تا مشکلات آقای آهنگری رفت میشه از شما بپرسم. سال گذشته همونجوری که شما اشاره کردید سال خیلی سختی برای نظام جمهوری اسلامی بود. در این میان میخوام ببینم اپوزیسیون چه کرد برای اینکه بتونه کار خودش رو بهتر پیش ببره. بفرمایید. مثل اینکه آقای آهنگری متصل شدن، میخواید که ایشون شما بفرمایید، من باید تنظیم کنم تصویرهای آقای آهنگری. عرض کنم که اگر که بخوایم در مورد فعالیت‌های اپوزیسیون در سال گذشته صحبت بکنیم، به نظر من در واقع میشه گفت سال گذشته نقاط ضعف اپوزیسیون رو بیشتر از همیشه عیان کرد. به این معنی که اولا هیچ نوع تمایلی بین اردوگاه‌های مختلفی که در اپوزیسیون وجود داره برای همکاری و ائتلاف دیده نشد و در این حال بخش وسیعی از اپوزیسیون که دارای مواضع ایدئولوژیک نیست و بیشتر به سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد داره، پراکندگی خودش رو بیشتر از همیشه نشان داد. یعنی که متاسفانه ما هنوز در مقابل حکومت اسلامی یک جانشین قابل اتکایی که بتواند دو تا صفت حکومت اسلامی رو جبران بکنه و در واقع کنار بزنه و جانشینش بشه، به این معنی که در مقابل یک جمهوری مذهبی ما بتوانیم یک حکومت سکولار که مذهب ازش خارج شده رو داشته باشیم و در این حال در مقابل یک حکومت استبدادی بتوانیم یک حکومت دموکراتیک رو در ایران داشته باشیم. در هر دوی این موارد انسجام کافی در اردوگاه‌های سکولار دموکراسی به وجود نیامد و این خیلی محل نگرانی هست، برای اینکه ما اگر که نتوانیم مجسم بکنیم که با فروپاشی محتوم حتمی حکومت اسلامی چه چیزی جانشین خواهد شد، به نظر من فعالیت‌های سیاسی و اپوزیسیون حکم یک نوع ماجراجویی رو پیدا میکنه. این سال 57 که گفتیم حالا شاه بره بعدش همه هر چی بشه بهتر از اون خواهد بود و به این نکبت دچار شدیم. در مورد حکومت اسلامی هم همین مسئله به نظر من وجود داره که ما واقعا وظیفه تاریخی اپوزیسیون رو که ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات در مقابل حکومت اسلامی است
و آماده کردن اون آلترناتیو رو که بتونه جانشین حکومت فعلی بشود در افق نمیبینیم. و من همه امیدم این است که در سال جاری، سال نویی که آغاز شده، تمام این مشکلاتی که عرض کنم که وجود داشته در سال 57 رفته کنار گذاشته بشه و ما شاهد ظهور و پیدایش یک اپوزیسیون منسجم دارای برنامه برای آینده ایران باشه. سپاسگزارم. جناب آهنگری، شما صحبتاتون ناتمام موند، بفرمایید. اگر الان صوت تصویر من خوبه؟ بله، صداتون مناسبه. بله، اینو عرض می‌کردم که اگه برگردیم، حالا ادامه شاید صحبت‌های دکتر نوری علا باشه، برگردم به داخل ایران. در داخل ایران من فکر می‌کنم وقایع خیلی مهمی اتفاق افتاد، از جمله وقایع طبیعی که در کردستان اتفاق افتاد و شورشی که داشتیم، جنبشی که داشتیم که به جنبش دیماه به حساب معروف شد، اعتصابات کارگری و از همه مهمتر من فکر میکنم به یک مورد باید خیلی با تأکید اشاره بکنم، اونم حمله موشکی سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی به مقررات حزب دموکرات در کردستان عراق و اون اعتصاب شکوهمندی که کردستان انجام داد. و در سطح ایرانی من لازمه به یک مورد اشاره بکنم، اونم ائتلاف و همبستگی 10 حزب و سازمان سیاسی ایرانی که تحت عنوان همبستگی برای آزادی و برابری رو به وجود آوردن. این کلیت یه خیلی نمونه‌های کمی از اون مجموعه وقایع سیاسی که اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم در رابطه با آینده همچون میهمانان گرامی روزهای بسیار سیاهی رو برای جمهوری اسلامی پیش بینی می‌کنم، هم در جهت بین الملل ائتلاف و اتحاد علیه جمهوری اسلامی با شدت و حدت بیشتری به پیش خواهد رفت و هم اینکه جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانیش در پاسخگویی به مشکلاتی که وجود داره در ابعاد گوناگون، اقتصادی در بالای لیست و الی آخر، ناتوان مونده و بیش از پیش مشروعیت خودش رو از دست داده و مردم رو واقعا به نقطه انفجار رسونده. در رابطه با اپوزیسیون من فکر میکنم که به 2 جبهه تبدیل شده. البته این 2 جبهه زیرشاخه‌های خودش رو داره، یکی جمهوری خواهی، دومی پادشاهی خواهی، حالا در انواع مختلفش، یا مطلقش سلطنت یا اون مشروطش. ولی در بین جمهوری خواهان هم 2 شق وجود داره، جمهوری اونایی که فدرالیستن و اونایی که تمرکزگرا هستن، یا حتی اون عدم تمرکزی هم که ازش صحبت میکنن نوعی تمرکزه در رابطه با مسائل تاریخی یا حل نشده ملی در ایران. من فکر میکنم میدان سیاسی در آینده ایران در رابطه با اپوزیسیون هم تقابل این 2 تا گفتمان خواهد بود و ما روزهای داغی رو به لحاظ سیاسی، چه برای جمهوری اسلامی چه برای اپوزیسیون، و متاسفانه روزهای من میتونم بگم بدی رو برای مردم هم میشه تصور کرد. ولی امیدوارم که با حکمت و درایت مخالفین جمهوری اسلامی، مردم و تمامی دلسوزان و آزادی خواهان هزینه رو هرچه کمتر بکنیم و هرچه زودتر به آزادی برسیم و از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. بله، ممنون. جناب آقای نوریزاد، 2 روز پیش آمریکا سپاه پاسداران ایران رو در داخل لیست ترور قرار داد، یعنی سپاه پاسداران از 2 روز پیش یک گروه تروریستی شناخته شده. میخوام ببینم چه تاثیراتی این میتونه در داخل ایران بگذاره. جناب نوریزاد، معتقدم که جمهوری اسلامی به زیبایی داره نقش خودش رو به سمت واژگونی پیش میره، ولی ما مخالفین جمهوری اسلامی به شکلی شلخته از هم گریزانیم. یعنی هر چقدر که جمهوری اسلامی درست و جانانه به سمت سرنگونی پیش میره و هر تصمیمی که میگیره و شکست مواجه میشه و از ذاتش قریان میشه، مخالفین جمهوری اسلامی شوربختانه در اینکه به هم نزدیک بشن و سخن واحدی داشته باشن، به یک جور شلختگی سیاسی
مثلا باید بهره‌مند از فضای آزاد سیاسی در خارج از کشور باشند، ولی به خاطر هراسی که از جمهوری اسلامی دارن و به خاطر اینکه میخوان به داخل ایران رفت و آمد بکنن، همیشه تا یه جایی جلو میان و از اون به بعد رو موکول به آینده و به دیگران میکنن. یا بخشی از اپوزیسیون از همین اکنون سهمخواری خودش رو بر مورد مطالبه میگذاره. این باعث این میشه که ما هیچ وقت به یکتایی و نیک‌اندیشی و خیرخواهی برای آینده سرزمینمون دست پیدا نکنیم و این افق مرتب به نفع جمهوری اسلامی روان بخوره. یعنی جمهوری اسلامی هر چقدر خوب داره نقشش رو ایفا میکنه، ذاتش رو عریان میکنه و به سمت سرنگونی میره، در نقطه مقابل ما مخالفین جمهوری اسلامی پراکنده و چند شقه‌ایم و رغبتی برای یکتایی و همدلی و همراهی برای رهایی سرزمینمون نداریم. اما در مورد سپاه، به گمان من سپاه مثل شیر بیال و دم و اشکم داره میشه. دست و بال سپاه مثلا قاسم سلیمانی نیست، حضور سپاه در سوریه است و مهمات و سلاحی که از ایران برای حزب الله فرستاده و اونجا رو به صورت یک داغه بزرگ مهمات در آورده و بمباران یا به موشک بستن مواضع نظامی قاسم سلیمانی در سوریه 1-1 و بعد خروج سرداران سپاه از عراق و اینکه الان در حوزه یمن هم با بحران بزرگی روبرو هستند. یعنی کرک و پرشون ریخته و کار چندانی از این هیولای بزرگ که اسمش هست سپاه دیگه بر نخواهد آمد. منتها به موازات این که سپاه از منطقه دست و پاش برچیده خواهد شد و به موازات این که در مجامع جهانی علاوه بر آمریکا کشورهای متحد با آمریکا 1-1 به این حرکت جانانه و ضد سپاه خواهند پیوست، بد اخلاقی سپاه در داخل شروع خواهد شد و ما مخالفین آشکار جمهوری اسلامی و سپاه روزهای بحرانی تری در پیش خواهیم داشت. مثلا الان شخصیت های برجسته ما در زندان هم شخصیت های بسیار پسندیده فهیمی مثل نسرین ستوده، مثل نرگس محمدی و معلمینی که معترضن بخشی از کارگران ما. منتها واقعیتش این خرج رهایی آنچنان که ما انتظار داریم نخواهد شد. عصبیت سپاه هر چقدر که در دامنه نفوذش در اطراف برچیده میشه، شیب قدرتش رو به سمت داخل میگیره و ما در تنگناهای بزرگ افزونتری قرار خواهیم گرفت. من الان که دارم با شما صحبت میکنم در کوه دشت لرستانم، دیروز برای سیلزده ها رفتم. منتها واقعیتی که میبینم که مثلا ما به عنوان مخالفین جمهوری اسلامی که باید در این روزهای آسیب بزرگ مردمان ما در کنار عزیزان هموطنمون قرار بگیریم، میبینم که رگه هایی از این که من باید تیترم مشخص باشه اگر در خوزستانم، من تیترم باید مشخص باشه اگر در لرستانم، در شیرازم، هر کجا هستم. این تیتر داشتن ما رو مرتب رهایی ما رو به ورطه تعویق میاندازه. اپوزیسیون خارج از کشور هر وقت توانه زیر چتر واحدی قرار بگیره و از این تیترهای پراکنده پرهیز کنه و بتونه مثلا یک حرکت چند صد هزار نفری رو در قلب آمریکا یا در یکی از شهرهای اروپایی بتونه شکل بده، یک اعتراض گسترده، ما میتونیم برکات این حضور گسترده و این گستردگی حضور رو در داخل تماشا کنیم. ولی تا زمانی که سهمخواهی ها، تیترها بر روی میز مطالبه قرار بگیرن، هر چقدر ما در داخل آسیب ببینیم، زخم بخوریم، زندان بریم، مرتب این روز رهایی به ورطه تعویق میفته و ما امید چندانی به این که این جمهوری اسلامی فرتوز و شکسته رو سپاسگزارم جناب نویزاد. بله ممنون. جناب علیار، میخوام از همین صحبت‌های
آخر جناب نوریزاد از شما بپرسم چرا یک اپوزیسیون واحد شکل نمیگیره یا در یک جبهه بر علیه جمهوری اسلامی مبارزه نمیکنن که فعالین سیاسی و اجتماعی ما دلخوش بشن به این؟ بفرمایید. ببینید، من اول اگه بخوام یه توضیحی در مورد سپاه بدم اگه اجازه بدین، بعدا مسئله اپوزیسیون هم میتونیم بررسی بکنیم. از سال 2003 که آمریکا عراق رو تسخیر کرد و به نوعی بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی که صدام بود برچیده شد و خود این خدمت بزرگی به جمهوری اسلامی بود، از 2003 تا الان، یعنی تا بیرون آمدن آمریکا از برجام، سپاه پاسداران هر کاری توی خاورمیانه خواسته کرده. به نوعی هر جایی که رفته، هر جایی که خلأ قدرت بوده و ایران رفته و اون خلأ قدرت رو پر کرده و سپاه پاسداران و پیروز شده، یک تصور رو در خاورمیانه درست کرده بود که سپاه پاسداران شکست ناپذیره. به همین خاطر حتی نیروهایی که در خاورمیانه خیلی رغبتی هم نداشتن به همکاری با سپاه، این شکست ناپذیری سپاه پاسداران و این موفقیت‌های پی در پی در بیرون از مرزهای ایران باعث شد که خیلی از اون نیروها هم به نوعی اشتیاق پیدا بکنن که با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ارتباط پیدا کنن. این مسئله بردن سپاه پاسداران به لیست ترور مهمیش از نظر من اینه که این افسانه شکست ناپذیری سپاه پاسداران در خاورمیانه شکسته شد و فهمیدن نیروهای فعال در خاورمیانه، فهمیدن از فلسطین و سوریه و عراق و چه میدونم لبنان و سوریه، یمن بگیرین تا همه دولت‌های این منطقه فهمیدن نیروهای سیاسی که سپاه پاسداران هم میشه شکست داد و سپاه پاسداران هم قابل شکسته و میتونه بره لیست ترور و رهبرانش هم میتونن تروریست معرفی بشن. پیامدهای خیلی زیادی خواهد داشت که در آینده خواهیم دید. به نظر من این خیلی مسئله مهمیه که این افسانه شکست ناپذیری سپاه شکسته شد. اگه در مورد اپوزیسیون ایران بخوام توضیح بدم، به نظر من در دوره اوباما انسداد سیاسی که بر اپوزیسیون ایران حاکم شد و اون فضای بی امیدی خیلی همه رو تحت تأثیر قرار داد. حالا شاید کردها به دلیل اینی که شاید به دلیل نزدیکی به مرزها، شاید این رابطه عینی بیشتری که با داخل ایران دارن، نیروهای سیاسی کردستان کمتر تحت تأثیر این فضا قرار گرفتن، چون فضاهای خیلی سخت‌تری را قبلا تجربه کردن. در کل پوزیشن ایران در دوره اوباما دچار یک انسداد شدید سیاسی شد و فضای بی امیدی خیلی سایه افکند بر همه. ولی من فکر میکنم در دوره جدید همه دارن نیروهای سیاسی دارن تلاش میکنن، همه دارن حول یک گفتمان‌های جمع میشن. طبیعی هم هست که همه از اول زیر پرچم یک گفتمان واحد نرن. حتما عقاید مختلفی هست، ایدئولوژی های مختلفی هست، افکار مختلفی هست، پراکندگی های 40 ساله‌ای بوده که الان همشو یک ساله نمیشه درست کرد و تصحیح کرد. ولی به نظر من کلاً پوزیشن ایران به سمت نزدیکی خواهد رفت و از نظر من مهمترین کار اینه که به جای اینی که بخوایم حول محور پادشاهی یا جمهوری جمع بشیم، فکر میکنم محور دموکراسی و دموکراسی خواهی باید اون نقطه ثقلی باشه که همه رو به هم نزدیک میکنه و این گفتمان دموکراسی خواهی است که میتونه همه پوزیشن ایران رو دور یک محور واحد جمع بکنه. بله، سپاس گذارم. بینندگان و مخاطبین عزیز برنامه پرسمان، شما میتونید سوالات خودتون با مهمونای برنامه در میون بذارید با شماره تماس 2046 720 057 997. میتونید از طریق واتساپ تماس بگیرید و هر سوالی از هر کدوم از مهمونان عزیز برنامه دارید سوال رو در میون بذارید. جناب نوری، الان میخوام این رو بپرسم، 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره و 40 سال از عمر اکثر اپوزیسیون هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، چرا تو این 40 سال نتونستن در یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی شرکت کنن؟ ببینید، من فکر میکنم که در همین گفتگوی آغازینی که داشتیم چند تا مسئله مطرح شد که لااقل از دید من تقسیم بندی درستی نبوده. اولا من اصلا اعتقاد به تئوری همه با هم ندارم و فکر میکنم این افسانه‌ای که در زمان انقلاب اسلامی پیش آمد و آقای خمینی گفت همه با هم و تصور این است که همه با هم بودن،
به نظر من یک افسانه است. همه با همه آقای خمینی بود، همه با من، نه همه با هم. یعنی در هیچ کجایی عده‌ای نشستن به عنوان نمایندگان تفکرات سیاسی مختلف با هم ائتلاف بکنن و همه با هم بشن. اونجا یه بولدوزری راه افتاد، حالا امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اینا هم کمکش کردن و این همه رو با خودش کشید، به خاطر اینکه تصور این بودش که حکومت شاه که بره یه حکومت بهتری خواهد آمد و با این تصور فرصت طلبانه یا ساده لوحانه راه افتادن دنبال خمینی. چنین شخصیتی در طی این 40 سال اخیر در اپوزیسیون به وجود نیامده که بتونه تحت عنوان همه با هم، همه با من رو متجلی بکنه. بنابراین امکان این که در اپوزیسیون صدای واحدی که آقای نوریزاد بهش اشاره میکنن به وجود بیاد اصلا وجود نداره. یعنی اینکه چطور میشود گرگ و میش رو با همدیگه برای ایران در کنار هم گذاشتش. مثلا نیروهای دموکراسی خواه و سکولار چگونه میتوانند بروند با مجاهدین مثلا همپیمان بشن برای اینکه حکومت اسلامی رو بندازن، یا با استبداد طلبانی که دنبال یک مثلا آدم چکمه پوشی هستن که بزن دمار از همه در بیاره، چرا باید رفت با او اتحاد کرد؟ یا حتی نیروهای ایدئولوژیکی مثل نیروهای مثلا کمونیستی، یا اگر که نیروهای تجزیه طلبی در اپوزیسیون وجود داشته باشد، به چه دلیل باید کسانی که معتقد به تمامیت ارضی ایران هستند برن با تجزیه طلبا بشینن و با هم اتحاد بکنن؟ بنابراین به نظر من اصلا همه با هم نه لازم است، نه مفید است و نه ممکن است. ما باید بتوانیم نظرات خودمون رو در شقوق مختلفی به صورت اردوگاه‌های مختلفی در مقابل مردم ایران قرار بدیم و مردم ایران از همکنون تصمیم بگیرن که آیا میخواند که مثلا حکومت آینده ایران یک حکومت مجاهدی باشه. خب میرن و میگن که ما مجاهدین رو میخوایم، میان توی خیابون وقتی که میخوان بگن که ما حکومت اسلامی رو نمیخواهیم، خواهند گفت ما حکومت مجاهدی رو خواهیم خواست، یا حکومت نمیدونم دیکتاتوری پرولتاریای کمونیستا رو خواهیم داشت، و یا اینکه مثلا نیروهای تقسیم کننده و تجزیه کننده ایران رو صدا خواهند کرد. ما باید شفاف و روشن برنامه‌های خودمون رو، امیدهای خودمون رو برای ایران آینده در مقابل مردم بگذاریم و با فریب همه با هم اونها رو گیج نکنیم که ندارند که در آینده ایران قرار است که از چه نیرویی پشتیبانی کنند که اون نیرو مملکت ما رو به آزادی و آبادی و صلاح و فلاح برسونه. اشاره مثلا آقای دوست گرامی آقای آهنگری به این اعلامیه 10 سازمانی که منتشر شد، خب من در اون مورد مطلب نوشتم، برنامه‌ام اجرا کردم و اعتقادم بر اینه که اون اعلامیه نه در حد نیاتی که نویسندگانش داشتن، ولی در حد زبانی که به کار بردند یک اعلامیه‌ای بودش که درش ویژگی‌های عرض کنم که تجزیه طلبی وجود داشت و این به لحاظ زبانی بود که به کار برده بودن. الان هم باز آقای آهنگری گفتن که مثلا اون اصل عدم تمرکز که خودش نوعی تمرکزه. میبینید که چقدر در کسانی که ما با هم رفیقیم، ما با هم دوستیم، با کار کردیم سالها با هم دیگه، هنوز زبان مشترکی حتی برای گفتگو نداریم. در نتیجه ما برمیگردم دوباره پیش شما آقای نوری‌الله، اگه اجازه بدید. دو جمله دیگه و تموم حرفم. خواستم بگم که ما به عنوان کسانی که تحت نام جنبش سکولار دموکراسی داریم کار میکنیم به این نتیجه رسیدیم که فریب افسانه همه با هم رو نخوریم و به ملت ایران بگوییم که یک حکومت سکولار دموکرات در ایران با حفظ تمامیت ارضی مملکتمون چگونه میتونه خادم مردم بشه.
ممنون. جناب نوریزاد، شما به عنوان یک فعال اجتماعی میخوام این رو ازتون بپرسم، فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران چه انتظاری از اپوزیسیون خارج از کشور دارن؟ بفرمایید. من از این سخنان جناب نوری علا کمی آزرده شدم. دوستانه ببینید، ایشون میگن که اجازه بدین بر سینی فهم مردمان ایران آرایشی از تمام گزینه‌های مختلف سیاسی قرار بگیره و به مردم بگیم که شما بیاید انتخاب بکنید. در کدوم کشور یک چنین گستره‌ای از انتخاب به عهده مردم نهاده میشه؟ یعنی ما به جای اینکه به فرهیختگان و به نخبگان سیاسی خودمون بفهمانیم یا بقبولانیم یا پیشنهاد بدیم که دور هم جمع میشیم برای یک خورشید بزرگ به اسم رهایی ایران، بعد در یک طبق بسیار بزرگ گزینه‌های مختلف سیاسی بگذاریم و به مردم بگیم این شما هستید که انتخاب کنید. اینو من اسمش رو میذارم شلختگی سیاسی و 400 سال بعد هم جمهوری اسلامی با این ریخ بر سر کار خواهد بود. قبول دارم که در کنار هم قرار گرفتن، یعنی اینکه من مطالبات صنفی خودم رو تا مدتی کنار بگذارم، در اطراف یک خورشید درخشان به اسم رهایی ایران مشترکات خودم رو وسط بگذارم و با نهله‌های مختلف و با وجوه مختلف سیاسی بیامیزم و یک سخن واحد رو فریاد بکشم به اسم رهایی ایران. ما تا زمانی که دوست عزیز به ویژه اپوزیسیون و به ویژه تر اپوزیسیون خارج از کشور در کنار هم قرار نگیریم یا سخن واحدی رو مشترکاً فریاد نکشیم، راه به جایی نخواهیم برد. من اصرار به این ندارم که در خارج از کشور و در داخل همه به یک نقطه ضروری التزام داشته باشیم، ولی میتونیم فراوانی افزونتری رو در اطراف یک سخن واحد که رهایی ایران عزیزه مجتمع بکنیم. مثلا میگم حسرت یک راهپیمایی 200,000 نفری چرا باید بر روی دل ما باشه؟ ما تو ایران نمیتونیم این راهپیمایی رو داشته باشیم. ما تا زمانی که یک جمعیت فراوان رو از 5 میلیون 6 میلیون ایرانی خارج از کشور به رخ جهان و به رخ سازمان ملل نکشیم، چجوری میتونیم بگیم آقا ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم؟ الان اپوزیسیون در خارج از کشور 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور دارن زندگیشون رو میکنن. هر از گاه گله به گله مثل جزایر پراکنده جلساتی میذارن، اعتراضی میکنن، 10 نفر اینجا 20 نفر اونجا. چرا نباید یک زیبایی بزرگ رو ما به اشتراک بگذاریم و مثلا در یکی از خیابونهای نیویورک یا واشنگتن 100,000 ایرانی یک فریاد بکشن و این رعشه به تن این آقایون بیاندازه و سازمان ملل و شخصیت‌های جهانی این حرکت زیبا رو به چشم ببینن. ولی من میخوام بگم اطلاعات و سپاه خوب توانسته اپوزیسیون خارج از کشور رو بترسونه و اونها چون نیاز دارن، اموالی دارن در ایران، برن بیان و نگران اینن که پاسپورتشون مبادا تیک بخوره و خودشون بیان برن زندان. ترجیح بر یک جناب نوریزاد من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ شما 10 تا سوال بپرسید. من فکر نکنم هیچ کدوم از نیروهای اپوزیسیونی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران در حال مبارزه هستن به ایران برگردن برای مسافرت یا در ایران ملک و املاکی داشته باشن. شما میتونید این رو یک مقدار واضح‌تر بگید؟ ممنون میشم. ببینید، من صمیمانه میگم جمهوری اسلامی در ترساندن ایرانیان خارج از کشور موفق بوده. این رو من به چشم میبینم و با رگ و پیم احساس میکنم. بخش وسیعی از ایرانیان دوست دارن و علاقمندن که به ایران رفت و آمد کنن، گرچه بخشی از ایرانیان هم در حسرت آمدن به ایران هستن و یک جمعیت قلیلی هم ارتباطشون رو با ایران کاملا قطع کردن. ما نیازمند اون حضور فراوان مردمان ایران هستیم و یکی از خیابون‌های لندن مثلا در یه جایی اون چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه همین نگرش جناب نوری علا
در مطلع نظرشون قرار گرفته که آقا ما ضرورتی نداره سخن مشترکی داشته باشیم. آقا کی گفته همه با هم؟ من دارم میگم آقا یک سخن مشترکی که آرزوی همه است به اسم رهایی ایران رو الان بذاریم وسط و در اطراف او جمع بشیم. در ایران ما در چنین یک بزنگاه هستیم. این روز صمیمانه میگم مخالفین جمهوری اسلامی در ایران از جوانای روستایی و شهری و تهرانی و اصفهانی و شیرازی در چنین یک بزنگاه هست. عصبیت مفرط مردم و خشم مفرط مردم مترصد یک بزنگاه است، مثل یک فنر فشرده است. این رو ما نیاز داریم در خارج از کشور که با مقدرات مطلوبی از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی برخوردارند و مواجهن. این رو به چشم ببینیم. اگر ما ترغیب کنیم به مردمان ایرانیانی که در خارج از کشورن که آقا ما یک طبق بزرگ، یک سینی بزرگ پسندیده است که در برابر ایرانیان بگذاریم که آقا منو میپسندی بپسند، اونو میپسندی، این کمی تا قسمتی به نظر من کم لطفی و آینده رهایی سرزمینه. بله ممنون جناب آهنگری. میخوام این رو از شما بپرسم از سوال آقای نوریزاد. این همه پراکندگی نیروهای اپوزیسیون چرا و چرا نمیتونن ایرانیانی که خارج از کشور هستن و مخالف جمهوری اسلامی هستن در یک اکسیون، در یک تظاهرات با هم شرکت کنند که چشم بشه؟ بله امیدوارم صدای من بیاد. ارشد حضور شما ببینید، من فکر میکنم این بحث خیلی جدی و اساسیه. آقای نوری علا یه جوری صحبت فرمودن که انگار که فقط گروه خودشون خوبه همه بدن، چون همه رو دیگه خط زد، از ایدئولوژی که چپ گرفته تا مجاهدین و ما هم که شدیم تجزیه طلب و خلاصه همه رو خط زدن، همه فقط گروه ایشون خوبه. ولی من اتفاقا یک صحبت نکردم، من راجع به ایده صحبت کردم. بله من در مورد ایده شما دارم عرض میکنم، یعنی ایده شما خوبه، ایده بقیه همه بد. اینجوری من فکر میکنم روشن متدیک خوب نیست. اما من اتفاقا از لحاظ چرایی به حساب عدم اتحاد به نوعی من با ایشون موافقم آقای نوری علا تا حدی. اونم این که ببینید ما مشکل گفتمانی داریم. طبعا یک سلطنت طلب و یک جمهوری خان نمیتونن با هم متحد بشن، طبعا یک فدرالیست و یک مرکزگرا نمیتونن با هم متحد بشن، طبعا یک کمونیست و یک لیبرال نمیتونن با هم متحد بشن. پس اصلا اساسا ما مشکل گفتمانی داریم و اینم یه چیز طبیعی است. دلیلش اینه که راستشو اگه بخوایم من فکر میکنم اپوزیسیون از نوعی فقر معرفتی و دانش سیاسی به حساب رنج میبره. چرا؟ چون اصلا نیازی نیست لیبرال و کمونیست با هم متحد بشن، نیازی نیست، اصلا درست نیست، اصولی نیست که جمهوری خواه و سلطنت طلب با هم دیگه متحد بشن. بلکه ما یه پروژه مشترک داریم که اینجا آقای نوریزاد به نظر من اسمشو گذاشت رهایی ایران. بعد هر کسی که مخالف جمهوری اسلامیه این پروژه رو به عنوان یک پروژه میدانی تصور بکنه، تعریف بکنه. آقا شما چند تعداد دارید؟ اصلا چی کار میتونی بکنی برای سقوط جمهوری اسلامی؟ یک سری از احزاب و سازمان ها هستن که دارن کار میکنن، در میدان هستن. آقای علیار هم اول یک اشاره‌ای بهش کردن که میتونن کار بکنن. فلان گروه، فلان حزب، فلان سازمان، فلان سلیبریتی چی کار میخواد بکنه برای سقوط جمهوری اسلامی از خارج از کشور؟ جمهوری اسلامی با نام نوشتن و با مقاله نوشتن و با بیانیه امضا کردن که سقوط نمیکنه. یکی از اون گرفتاری هایی که هست، ببینید خیلی من مشخص بهش اشاره بکنم، آقای نوری علا اشاره کرد. من فکر میکنم آقای نوری علا هنوز متوجه این نشدن که تمامیت ارضی به هیچ عنوان در هیچ متن علوم سیاسی بین دوتا شهروند تعریف نمیشه. دوتا شهروند یک کشور. شما نمیتونی تمامیت ارضی و اعتقاد به تمامیت ارضی ایران بیاید بین من و آقای نوری علا مثلا به امضا برسونی. تمامیت ارضی ایران در مقابل کشورهای همسایه و غیر قابل تعریفه. اگه کسی مسلط به مسائل سیاسی باشه، مسئله تمامیت ارضی ایران رو در مقابل
صدام حسین تعریف میکنه این تمامیت ارضی ایران در مقابل ترکیه قابل تعریفه. دو تا شهروند که نمیان به هم دیگه حکم و امضا بدن من تمام مثلا اینجا اگر آب و برو مثلا یا هر من و آقای نوری علا رو تصور بکنیم، مثلا بر چه اساسی من باید تعهد تمامیت ارضی به آقای نوری علا بدم؟ مگه آقای نوری علا ارباب این مملکته؟ مگه مالک این مملکته؟ مگه سهم و دانگش از من بیشتره؟ یعنی اصلا اساسا غلط این نوع نگاه به تمامیت ارضی. ما با آقای نوری علا و با اپوزیسیون بر روی تقسیم قدرت و فرم تقسیم قدرت با هم دیگه به توافق میرسیم، وگرنه تمامیت ارضی ایران ربطی به شهروندان داخل یک کشور نداره. که شما در نظر بگیرین اغلب این مرکزگراها، اکثریت مطلقشون، وقتی که از فدرالیسم صحبت میکنیم به دلیل این بی تجربگی یا کم دانشی یا اصلا شاید بگیم اون به حساب ظرفیت کم سیاسی فوری به برچسب‌های تجزیه طلب و اینا پناه میبرند، در صورتی که قدرتمندترین پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا الان داره از طریق فدرالیسم اداره میشه. حالا کار نداریم، اما ممنون آقای آهنگری. اگر یک نکته رو اجازه بدین چون من وقتم خیلی کم داشتم نسبت به دوستان دیگه. ببینید در مورد من چیز عرض بکنم در مورد سپاه، یک موردیه که خیلی برامون مهمه، من میخوام بهش اشاره بکنم، اونم این که ببینید امروز سپاه در شرایطی قرار گرفته که باید یک موج سراسری و ملی رو در علیهش درست کرد. باید از ایرانیان خواست، همه ایرانیان باید متوجه این باشن، هر کسی که خواهان آزادی، هر کسی که خواهان کرامت انسانی رفتش هست باید با سپاه مخالفت بکنه. حتی این مخالفت در شکل نخریدن یک قوطی کبریت از شرکت‌ها و فروشگاه‌های وابسته به سپاه باشه. یعنی سپاه را باید تحریم کرد به صورت سراسری، حتی با نخریدن یک قوطی کبریت از شرکت یا مغازه‌های اتکا و دیگر مغازه‌هایی که فروشگاه‌هایی که به سپاه متعلقه. من فکر میکنم الان نوع برخورد و تعامل با سپاه میتونه یک همگرایی خوبی رو در اپوزیسیون ایجاد بکنه و ما در جریان سوم اتحاد و پروژه‌ای میدونیم، نه به اون حالت ایدئالی و آرمانگراییش. اگر ما تونستیم میزان توانایی خودمون رو در تقابل با جمهوری اسلامی در میدان تعریف بکنیم، اون موقع من فکر میکنم هیچ نیازی به این اتحاد گفتمانی و ایدئالیستی هم نیست. خیلی ممنون. جناب علیار، میخوام جوابی که خودتون درباره سپاه دادید بازم درباره سپاه ازتون بپرسم. فکر میکنید بعد از اینکه سپاه به لیست تروریستی رفت میتونه چه تأثیری بر اپوزیسیون بذاره؟ یعنی اپوزیسیون چه نقشی میتونه در اینجا داشته باشه؟ حالا این دفعه اول بذارید منم یه توضیح در مورد حرفای آقای نوری علا بزنم. اول این که این جمله که فریب همه با هم رو نخوریم اصولا شاید درست باشه، یعنی اصولا نباید زیر بیرق گفتمان پوپولیستی مثلا همه با همی مثل خمینی رو نخوریم. این اوکی، حرف خوبیه، مجزا اگه بهش نگاه بکنیم، ولی اگه بخوایم ریز بشیم در این مورد من فکر میکنم این نتیجهش این نمیشه که خب پس فریب اینو نخوریم، حالا بیایم مثل 40 سال قبل ادامه بدیم، یعنی اتمیزه اپوزیسیون ایران، هر کسی بخواد کار خودش رو بکنه. من فکر میکنم اتفاقا این مسئله است که گفتمان تجزیه طلبی رو بیشتر بروز میده، یعنی اینی که هر کسی، ما نمیتونیم حول یک محوری با هم دیگه جمع بشیم، پس هر کی بره کار خودش رو بکنه. از دید آقای نوری علا اون کسی که تجزیه طلب هست، یعنی کسی که میگه عدم تمرکز حتما تجزیه طلبه، اون بره کار خودش رو بکنه، مجاهدین هم بره کار خودش رو بکنه، سلطنت طلب هم چکمه رو بپوشه بره کار خودش رو بکنه، آقای نوری علا مثلا بره کار خودش رو بکنه. اتفاقا اینه داره تجزیه میکنه اپوزیسیون ایرانو و خود ایرانو. من فکر میکنم همون جوری هم که گفتم زیر یعنی گفتمان دموکراسی خواهی و دموکراسی خواهی اون چیزی هست که همه رو میتونه حول یک محور جمع بکنه. اون همون محوری است که آقای آهنگری هم اشاره کرد، آقای نوریزاد هم تحت عنوان آزادی ایران اشاره کرد. به هر حال دموکراسی یک نرم شناخته شده بین المللی است که فکر میکنم همه بهش اعتقاد دارن و همه از سلطنت طلبش، از جمهوری خواهش، از کردش، بلوچش، عربش، از کمونیستش و همه میتونن حولش جمع بشن و در فردای آزادی ایران اتفاقا این دموکراسی است که میتونه
همه گفتمان ها میتونن خودشون رو عرضه بکنن، همه میتونن بیان به سطح جامعه و جامعه ایرانی هست اون موقع که تصمیم میگیره که آیا میخواد حکومتش جمهوری باشه، حکومتش پادشاهی باشه، تمرکز باشه، عدم تمرکز باشه، یا چجوری بخواد اداره بشه. من فکر میکنم این اون جایی است که باید همه حول محوریتش جمع بشیم. در مورد سپاه پاسداران من فکر میکنم حداقل من میتونم برای نیروهای کرد بگم، حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، من فکر میکنم برای این نیروها که 40 سال دارن مشخصا با سپاه پاسداران در حال مبارزه هستند، من فکر میکنم کمک بسیار بزرگی هست و این رفتن سپاه توی لیست ترور فکر میکنم گفتمان ما و حقانیت ما رو توی این 40 سال بیشتر تثبیت میکنه که مبارزه ما مبارزه بر ضد تروریسم بوده و این در آینده هم میتونه کمکی باشه به کل پوزیشن ایران. چون اگه نگاه بکنیم حتی اسم سپاه پاسداران ربطی به ایران نداره. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اونا مشخصا به انقلاب اسلامی و به این گفتمان خدمت کردن و همه نیروهایی هم که ضد این گفتمان بودن و قلم کردن. من فکر میکنم الان داره مسیر سیاست ایران برعکس میشه و این خودش کمک بزرگی به همه ماست. بله سپاسگزارم آقای علیرضا، به موقع تمام کردید. جناب نوری‌علا مطمئنا شما جوابیه‌ای دارید برای دوستان، میتونید بفرمایید و چشم اندازتون به سال 98 سال آینده، یعنی سالی که پیش رو است در ایران، چه چشم اندازی شما دارید نسبت به ایران؟ بفرمایید. بله عرض کنم که خب مثل اینکه من در اقلیت هستم در این جمع، ولی اقلیت بودن دلیل ساکت بودن نمیتونه باشه. من نمیدونستم که جناب آهنگری به مقام عرض کنم که مرجعیت در امور سیاسی رسیدن و بقیه رو متهم میکنن به بیسوادی و بی اطلاعی. امیدوارم کلاسی باز بکنن که بقیه از فرمایشات ایشون استفاده کنن. من فکر میکنم که تمام صحبت هایی که داریم میشه به خاطر اتفاقا اختشاش زبان هست. شما نگاه بکنید آیا آهنگری بدون اینکه بیایند مثلا فدرالیسم رو در مقابل مرکزگرایی قرار بدن و بعدم ثابت بکنن که کسانی که معتقد به عدم تمرکز هستند جزو تمرکزگرایان هستند، همینطور فتواهای مختلفی رو در این مورد صادر میکنن. من نمیخواستم وارد این بحث بشم، چون تصور من اگر این بودش که ما میخوایم راجع به فدرالیسم و نمیدونم تمامیت ارضی و غیره، که اینا در اون مورد هم حرفای خنده‌داری به نظر من زدن که بین من و نوری‌علا که تمامیت ارضی، ما باید با صدام حسین مثلا تمامیت ارضیمون رو روشن بکنیم، در حالی که همگان دیگه روشن میبینند که نیروهای تجزیه طلب روز به روز جری‌تر اعلامیه هم صادر میکنن، حق تعیین سرنوشت میخوان، یعنی هر وقت دلمون خواست میخوایم بکنیم و از ایران جدا بشیم، همه این حرفا رو میزنن و ما متهم میشیم به مرکزگرایی. به نظر من حرفای مثلا آقای نوریزاد در مورد اینکه 200,000 نفر برن در خیابانهای لندن تظاهرات بکنند، این جابجا کردن کاراکترهای داستانه. در کجای دنیا مردم خارج از کشور انقلاب کردند علیه داخل کشور؟ این تقسیم وظایف رو به هم ریختنه. در خارج کشور 5,000 نفر، 500,000 نفر، 1,000,000 نفرم بیان در بیرون در خیابانهای نیویورک و لندن تظاهرات بکنن، تغییری در وضع ایران داده نمیشه. مسئله حکومت اسلامی به دست مردم ایران حل میشه. وظیفه خارجی کشور آن است که بگوید که شما اگر حکومت اسلامی رو برانداختید چی رو جانشینش بکنید. این خطرناکترین کاره که ما بیاییم همه دوغ و دوشابه به هم بریزیم و بگیم که شما فعلا اونو بندازید، بعد یک کسی بالاخره میاد قدرت رو به دست میگیره، شعار دموکراسی هم میده. به نظر من دموکراسی هم در یک سازمانی، در یک گروهی، در یک اردوگاهی که معتقد عملی به دموکراسی نباشند یک شعار فریبنده است و نباید فریبش رو خورد. بنابراین به نظر من کسانی که میخوان توی بازی شرکت بکنن باید بیان دستشون رو کنن، بگن که حکومت اگر که یک حکومت مجاهدی شد چگونه خواهد بود، کمونیستی بود
چگونه خواهد شد؟ من البته که معتقدم تنها راه نجات ملت ایران توسل به سکولار دموکراسیه. نمیگم توسل به گروه من که به نام سکولار دموکراسی عمل میکنه، ولی توسل به سکولار دموکراسی تنها راه نجات مردم ایرانه از حکومت ایدئولوژیک و از حکومت استبدادی. و هیچ کدوم از دوستان ما هم به نظر من نخواهند توانست ثابت بکنند که سکولار دموکراسی نمیتواند علاج ملت ایران باشد. همشون این دوتا اصل رو قبول دارن. سر مسائل دیگر هست که با هم اختلاف دارن. به هر حال در این مختصر که حرفای عجیب غریبی به هم دیگه زدیم، به نظر من مسئله روشن نمیشه و من استقبال میکنم که اگر که مناظره‌ای در مورد مسائل معین و تخصصی گذاشته بشه و بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم. این طرز حرف زدن آقای آهنگری امروز منو حیرت زده کرد که انگار در یک مقام مثلا پروفسور دانشگاه هستن در زمینه مسائل سیاسی و ما همه بی سواد و بی اطلاع و به علت بی سوادی و بی اطلاعی خودمون این حرفا رو میزنیم. خب شما اگر که چنین تصوری از کسانی که مقابل شما نشستن دارید، اصلا چرا وارد صحبت باهاشون میشید؟ برید با دانشمندان بشینید صحبت بکنید، با کسانی که مطلع هستن. به هر حال من جز سوء تفاهم در این جلسه امروز چیزی ندیدم. بله، جواب سوال رو ندادیم. برای دور بعد امیدوارم جواب سوالم بدید که چشم اندازتون برای سال آینده ایران. جناب نوریزاد، صدای من رو دارید جناب نوریزاد؟ بله. جناب نوریزاد، با این اوضاع احوال سیل و گرانی و اینکه سپاه پاسداران هم به لیست ترور رفت، شما سال آینده رو، سال پیش رو برای ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ سال آینده دقیقا مثل جلسه ما، متفرق، متشتت و بدون همدلی. شوربختانه ما 4 نفر نتونستیم حول یک واژه زیبا به اسم ایران و رهایی ایران همدلی بکنیم، سخن مشترکی داشته باشیم و هر کس از این 4 نفر، من خودم کنار میکشم به جهت اینکه من حتما برای رهایی ایران حتی نیستم رو میگذارم، بعدش رو به آینده فهیمان جامعه خودمون میسپارم. اما ببینید از همین الان ما سهمخواهی ها رو انگار داریم شروع میکنیم و این گستره رو شما وسعت ببخشید و اطمینان پیدا کنید که دستیابی به یک آرامش بزرگ فهیمانه در داخل کشور کمی دست نیافتنی. اما در مورد سیل، بله، یک شکست بسیار بزرگی هم برای مردم هم برای قابلیت‌های نظام جمهوری اسلامی. من یک شوره‌های بسیار فراوان از مردم می‌بینم که کمک می‌کنن و بعد یک تحرک بسیار نمایشی و گاه درست از دستگاه‌های دولتی برای اینکه بتونن سیل رو مهار کنن. ما دیروز رفتیم به یک منطقه‌ای که روستاهاش در محاصره آب بودن، ولی بالا دست داشتن، ماشینالات از این استان آمده بودن، جاده می‌زدن و تلاش می‌کردن که این روستاها رو از بنبست و از محاصره سیل در بیارن. اما یک سخن به ذهن من خطور کرد که این همه هیجان، این همه همدلی، این همه به هم پیوستن دستگاه‌های دولتی چرا قبل از سیل به وقوع نپیوست؟ که من حتما پاسخ این چرای خودم رو در بیخردی بزرگ حاکمیت میبینم که همیشه مترصد به هم پیوستن یک فاجعه است تا یک خودی نشون بده، اونم به شکل نمایشی. هنوز که هنوزه مردمان سرپروزه ها به جایی نرسیدن، یعنی اندوه بزرگ سرپروزه ها بیها همچنان در چهرهشون هست. تازه اونجا زلزله آمده، 2 تا روستا این ورتر که زلزله نیامده، به شدت روستاها به لحاظ فقر مستعد فرو ریختن. من امروز در لرستان در حواشی کوهدشت به روستاهایی رفتم که شما انگار به 40 سال پیش سفر میکنید، اینقدر فقیر. و یه محموله هایی رو امروز بردیم، باور کنید کنترل نتونستیم بکنیم. مردم گرسنه از اطراف ریختن، تمام اون
که برده بودیم تک به تک به هر خانواده بودیم یورش بردن و در یه هجوم بسیار بسیار نامنضبط دریدند و بردند و مثلا به یکی 5 تا رسید، به یکی هیچی نرسید. این شوربختانه هست و آسیبش رو من از اینجا اجازه بدید و آقای نوری علی عزیز بگم که تا زمانی که ما در خارج از کشور که امکان حضور فیزیکی در خیابان‌ها داریم و نگران نمیدونم امنیتی نداریم، تا این اجتماع قشنگ و زیبا و یکدلی رو در خارج از کشور به نمایش نگذاریم، حتما تأثیر این نمایش زیبا رو هم نمیتونیم انتقال به داخل بدیم. کی گفته که وظیفه اپوزیسیون در خارج از کشور با این گسستگی بزرگ به اینه که آقای نوری الان میگن که من به در بچه‌ها و مردم داخل کشور بگم که این هست باید انتخاب کنید؟ نه خیر، شما نمایندگان مردم ایران هستید در خارج از کشور. چه ایرادی داره یک ایرانی در استرالیا یه اندوخته مالی خودش رو بگذاره سفر کنه، خودش رو برسونه به نیویورک، اونجا در یک اجتماع مثلا 200,000 نفری 100,000 نفری شرکت کنه؟ ما حتما راه فهیمانه نمایش همبستگی و همدلی ما از این شیوه های حضور میدانی عبور میکنه، نه اینکه ما بیانیه بدیم و سخن بگیم و بگیم که ای ایرانیان که در داخل هستید، من اپوزیسیون در خارج از کشور یک چنین ایده‌ای برای شما دارم، بیایید مثلا به سمت من، اون بگه به سمت من، و همینجا نتونستیم به یک همدلی برسیم. چجوری انتظار داریم جامعه وسیع اپوزیسیون رو همدل کنیم و در حول یک سخن مشترک سرزمین ما به تک تک ما داره التماس میکنه که برای رهایی من حداقل این شعور بزرگ رو داشته باشید که در اطراف یک اشتراک بزرگ به اسم رهایی ایران اختلافاتتون رو موقتا کنار بگذارید و حتما در این پروسه و در این مسیر ما به گزینش نخستان و به انتخاب نیکندیشان و خردمندان روی خواهیم برد و من اطمینان دارم این پروسه به ظهور رساننده انسان‌های برجسته و به‌سود و شاخص سرزمین ما خواهد بود. من اطمینان دارم تک تک دوستان سرزمینش رو دوست دارن و اگر حتی پرخاشگری میکنن به خاطر نجات سرزمینمونه، اما این اجازه رو میدیم که جمهوری اسلامی از این بداخلاقی ما، از این جدایی ما، از این پرخاشگری ما سوء استفاده کنه. من اطمینان به شما میدم تا زمانی که ما در خارج از کشور و در داخل همدلی خودمون رو به نمایش نگذاریم، جمهوری اسلامی همچنان هست و خواهد بود. سپاسگزارم جناب آهنگری. بعد ممنون میشم اگه جواب سوالو بدید. چشمانداز شما نسبت به آینده ایران؟ خیلی ممنون. حتما به این پرسش شما جواب میدم، ولی لازمه چند نکته رو عرض بکنم. جناب نوری علا، ببینید شما قبل از من صحبت فرمودین، مسائل رو مطرح فرمودین، برچسب‌ها رو مطرح فرمودین، از تمامیت ارضی فرمودین، از تجزیه طلب فرمودین، از همه اینا رو فرمودین. بنده جواب دادم در مورد اینکه مثلا اینکه تمامیت ارضی، من نه خودم از کسی کمتر میدونم نه بیشترم میدونم. اگرم کسی چیزی به من یاد بده در حد استادی خیلی خیلی ممنونشم هستم. ولی همین الان شما یک مثال زدین، حق تعیین سرنوشت رو ببینید چقدر اشتباه شما تفسیر کردید. حق تعیین سرنوشت، شما فکر میکنید حق تعیین سرنوشت یعنی حتما یعنی جدا شدن، یعنی حق تعیین ببینید یک رفراندوم حق تعیین سرنوشت یک در شکل خود حد فدرالیسم حق تعیین سرنوشت، در حد جدا شدن هم حق تعیین سرنوشت. ولی چون شما حالا مثلا شما این تمامیت ارضی رو همین کار رو میکنید به محض اینکه از فدرالیسم، که فدرالیسم اصلا لغوی به صورت تاریخی و مفهومی یعنی اتحاد، برعکس ادعای شما دقیقاً نکردم. نه چرا شما به من فدرالیسم میگین تجزیه طلب دیگه؟ هرگز این شما نه تنها به من نه ببینید من حق تعیین سرنوشت میخوام. تعیین سرنوشت این نیستش که میخوام بمونم،
یعنی که اگه خواستم برم این تفسیر اشتباه شماست. نه حتی همه پرسی در رابطه با یک قانون اساسی برای تایید قانون اساسی یا ردش، باز اون حق تعیین سر اون مال ملته، نه اجزای ملت. ملت همیشه حق تعیین. اجازه بدین بحث رو به چیز نکشیم. ببینید تمامیت ارضی رو اجازه بدین تمامیت ارضی رو بنده عرض کردم در تقابل با دولت‌های دیگه میشه تعریف کرد. بین دو تا شهروند، دو تا هموطن هم میشه مطرح. نه کسی که ببین آقای نوری علا، شما نمیتونید به آقای علیار بگین تجزیه طلب اگه فدرالی ملی جغرافیایی صحبت میکنه. اینجا من اینجا دو تا شاخه دارم. یا شما متوجه نیستین به لحاظ دانش سیاسی کم میارین در اینجا به خاطر این پناه به این تفسیر میبرین، یا ندارین عمدن این کارو میکنید. من کاملا عمدن دارم با کسی که طلبه مواجه پیشنهاد میکنم به هم دیگه احترام بگذارید. اجازه بدید حرفایتون رو تیز نزنین و پرخاش کنین. نه من یک سیاسی هستم و در بحث سیاسی هم دیالوگ و گفتگو این مسائل خیلی هم لطفاً بحث رو شخصی نکنیم. شما اگه جوابی دارید بفرمایید، بعداً وقتم با آقای نوری در رابطه با چشم‌انداز بنده من خیلی مشخصم قبلا بهش اشاره کردم. سقوط جمهوری اسلامی، طبعا سقوط جمهوری اسلامی قبل از هر چیزی، هر کاری، هر ایده‌ای باید سقوط جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی یک باور عملی و نظری باشه. ما باید اول هممون در ساقط کردن جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی یک اتحاد نظری و عملی داشته باشیم. دو، هر شخصی و هر گروهی که در این پروژه میتونه مایه بذاره، میتونه هزینه بکنه، میتونه در میدان اکتر بشه، به حساب بازیگر باشه در میدان، این گوی و این میدان به نظر من یک قسمت از مشکلات عدم اتحاد ما اینه که اپوزیسیون به نمایشگاه تئوری تبدیل شده. دلیلش هم مشخصه. وقتی که کسی در آمریکا نشسته یا در اروپا نشسته به غیر از بیانی و تفسیر و تحلیل کار دیگه بلد نیست بکنه، خب طبیعی الان برای این مردم بلازده فلک زده بدبخت سیل زده و زلزله زده و حالا این مشکلات سیل، ما الان داریم تعریف یک قسمت 1% رو میبینیم. اصل گرفتاری های این سیل تابستان روشن خواهد شد. وقتی که این لجن که آبها فرو نشستن و این لجن از طریق به صورت گرد و خاک در اومد، اون موقع ما بحران بهداشتی خواهیم داشت و گرفتاری های دیگه. این مردم فاکتور میدانی میخوان، اکتر میدانی میخوان، نمایشگاه تئوری نمیخوان. حالا بحث ما اینه اگه سقوط جمهوری اسلامی رو به عنوان یک پروژه قبول داریم، با هر ایده سیاسی که داریم، لیبرالیم، کمونیستیم، سلطنت طلبیم، فدرالیستیم، جمهوری خواه هستیم، فعال مدنی هستیم، اصلا به نظر من یک فعال مدنی هم باید به سقوط جمهوری اسلامی معتقد باشه. بعد بیایم با هم دیگه تو این پروژه مشترک با هم دیگه کار بکنیم، ببینیم فلان حزب با فلان حزب فلان حزب چیکار میتونن با هم دیگه بکنن. غیر از این که ما سقوط جمهوری اسلامی رو به عنوان یک پروژه میدانی در نظر نگیریم، امکان نداره ما بتونیم یک قدم جلو بریم. منم معتقد به هیچ گفتمان واحدی برای تمام اپوزیسیون نیستم. در آینده نزدیکم به نظر من این به حساب وضعیت جمهوری اسلامی به جایی خواهد کشید که اپوزیسیون بیشتر فشار خواهد آورد تا این اردوگاه‌های سیاسی متحدتر و متشکلتر بشن. من فکر میکنم که این 10 سازمان، یعنی همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، گسترده تر خواهد شد، میدانی تر خواهد شد و متشکلتر عمل خواهد کرد. جمهوری خواهان مرکزگرا هم متحدتر خواهند شد و پادشاهی طلب‌ها هم طبعا حول محور آقای رضا پهلوی یا هر کسی دیگه ای باشه متحدتر عمل خواهند کرد. ممنون آقای آهنگری. جناب علیار، چشمانداز شما به آینده یک سال آینده ایران بفرمایید. من فکر میکنم که کلید سقوط جمهوری اسلامی اصولا ببینید نظام‌هایی از دست جمهوری از این دست از مدل جمهوری اسلامی که هم دیکتاتوریه، هم ایدئولوژیکه و هم توتالیتاره، این
خیلی نظام‌های منحصر به فردی هستن و نمونه هم خیلی از این نوع وجود نداره در دنیا، ولی به هر حال اینا هم تعاریف خودشونو دارن. به نظر من مهمترین تعریف یا کلید سقوط، کلید پایان جمهوری اسلامی وقتی زده شد که مشروعیت این نظام زیر سوال رفت و مسئله مشروعیت خیلی مسئله مهمی است برای جمهوری اسلامی. من فکر میکنم از سال 88 این مسئله مشروعیت جمهوری اسلامی در یک سراشیبی سقوط قرار داره و هر جنبش دی ماه 96 این مسئله رو تقویت کرد و این عریان شدن ناکارآمدی جمهوری اسلامی هم که اشاره شد در بلایای طبیعی سیل و زلزله و اینا، فکر میکنم اینو چند برابر بیشتر کرده. مسئله پیری و کهولت سن رهبر جمهوری اسلامی هست، مسئله رفتن سپاه به لیست ترور بین المللی هست، مسئله عدم انسجام نخبگان جمهوری اسلامی هست و خیلی مسائل و گسل‌های بزرگ اجتماعی که توی جامعه ایران وجود داره. به نظر من همه اینا را اگه کنار هم بگذاریم به اضافه فشار خارجی که بر جمهوری اسلامی وارد شده و هر روز هم داره بیشتر میشه، من فکر میکنم کلید پایان زده شده و در سال آینده بیشتر ما شاهد این مسئله خواهیم بود که جمهوری اسلامی، حالا پیشبینی در سیاست نمیشه کرد که کی دقیقاً و این چجوری اتفاق خواهد افتاد. حالا حتی اگه در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی به یک نوع سازش با غرب و آمریکا نزدیک میشه و مجبور میشن که نزدیک بشن، برایان هوک دیروز یا پریروز بود مقاله یا مصاحبه‌ای کرده و اشاره کرده که این فشارها بیشتر برای اینه که جمهوری اسلامی بالاخره تسلیم بشه و به پای میز مذاکره با آمریکا بیاد. نگرانی هایی هم در این مورد وجود داره که مثلا اگه جمهوری اسلامی بخواد سازش بکنه با غرب چه اتفاقی میفته. به نظر من حتی این مسئله نمیتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده و اتفاقاً توی این مسیر هست که جمهوری اسلامی بیشتر دچار مشکل میشه. اگه یک نمونه تاریخی حالا دوستان حتما به یاد دارن و حتما از منم بیشتر خوندن، اگه نمونه اتحاد شوروی رو در نظر بگیریم، وقتی نظام کمونیستی شوروی بیشتر دچار مشکل شد که اتفاقاً گورباچوف با غرب بیشتر نزدیک شد، با مارگارت تچر خیلی رابطه خوبی پیدا کرد و اتفاقاً این کلید سراشیبی بود. حالا گلاسنوست و پروستریکا هم به جای خود، یعنی منظورم اینه که این نظام‌های ایدئولوژیک حتی وقتی که به غرب بخوان نزدیک بشن، حتی بخوان مرزاشون رو باز بکنن، حتی بخوان یک نوع آزادی‌های سیاسی و اقتصادی هم بدن، مطالبات در داخل این جامعه‌ها بیشتر میشه و خود این مسئله است که میتونه نظام رو بیشتر به چالش بکشه و حتی به پای سقوط ببره. به هر حال من سال شکوفاتری رو برای اپوزیسیون ایران و برای کسانی که علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنن پیش بینی میکنم، بل سختری برای نظام جمهوری اسلامی از یک طرف و مردم ایران هم از لحاظ اقتصادی به نظر من مشکلات زیادی خواهند داشت در سال آینده، در این سالی که حالا توش هستیم، سال 98. بله سپاسگزارم جناب علیار. جناب نوری، شما 5 دقیقه وقت دارید، توی 5 دقیقه میتونید خودتون صحبت کنید. اگر صحبت پایانی دارید میتونید از هر کدوم از دوستان و مهمونای دیگه برنامه هم هر سوالی دارید بپرسید. 5 دقیقه وقت در اختیار شماست. بفرمایید. از کنم من حرف زیادی ندارم، فرمودید که پرسش شما رو پاسخ ندادم. خواستم بگم که تنها امر مسلمی که وجود داره اندراس کامل حکومت اسلامیه، اما اینکه سرنوشت ایران و ملت ایران در سالی که وارد شده ایم چه خواهد بود، به نظر من انقدر سناریوهای مختلفی وجود داره که نمیشود گفتش که کدوم سناریو اولویت یا برتریتی نسبت به بقیه داره. ولی هر اتفاقی که بخواد در ایران بیفته به نظر من یک گام بلندتری هست به سوی فروپاشی حکومت اسلامی. همونطور که آقای علیار گفت، حتی اگر که اینها پای میز مذاکره هم بنشینن و بپذیرن شرایط جهان آزاد رو، خودشون با پای خودشون به سوی سقوط رفتن. اینها در یک وضعیتی خودشون رو قرار دادن که هر نوع تغییری رو که در شرایط بدن منجر به شکستن این سد میشه و اون سیلی که راه میفته که همه این حکومت رو با خودش میبره. به همین دلیل
من همواره نگران این هستم که این امر محتوم حتمی که اتفاق خواهد افتاد پشتبندش برای ملت ایران چه میارد. من معتقد نیستم که میشود تحت عنوان رهایی ایران همه با همدیگه اتحاد بکنیم و خیال کنیم که ایران رو میخواییم به سوی رهایی بکشونیم. به نظر من ما باید بگوییم که برای آینده ایران چه برنامه‌ای داریم، چگونه میخوایم اون مملکت رو اداره کنیم. در این مورد هست که اگر توافقی صورت بگیره میتوانیم با اطمینان بسیار به سوی فروپاشی حکومت اسلامی حرکت بکنیم. اما اگر که حالا آقای آهنگری باز میگن که ما همش مشغول صحبت هستیم و در میدان نیستیم، من اصلا میدانی نمیبینم در خارج کشور. ما باید از طریق گفتگوی با هم، با رسیدن به یک زبان مشترک، یک برنامه مشترک، یک افق مشترک هستش که میتونیم در آینده ایران شریک باشیم، تأثیرگذار باشیم. و الا ما نقشی نخواهیم تونست روزی که اون روز بادایی که نه روز مبادا، روز بادایی که حکومت اسلامی فرو میریزه، ما اگر که کار خودمون رو الان انجام نداده باشیم اون وقت در مورد آینده ایران هم سهمی نخواهیم داشت. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. جناب نوریزاد، شما 5 دقیقه وقت دارید، میتونید خودتون استفاده کنید و یا اگه سوالی از مهمون دیگه برنامه دارید بپرسید. بفرمایید. این دوست عزیز، گاهی اوقات جوان‌ها جلوی من رو میگیرن، میگن شما سال 57 کنار خمینی قرار گرفتید، این نظام رو چه شکل دادید، حمایت کردید، ما رو بدبخت کردید. من اینجوری جوابشون رو میدم، میگم که ما سال 57 بیخرد بودیم، یک جو عمومی کرکری ذهن ما. بله، تماس آقای نوریزاد قطع شد. جناب آهنگری، وقت بعدی نوبت شماست، 5 دقیقه وقت دارید، میتونید صحبت کنید و یا اگه سوالی از مهمون دیگه برنامه دارید بپرسید. خیلی ممنون از حضور شما. من فکر میکنم که امروز لازم مخالفین جمهوری اسلامی و در صدر به حساب مخالفین هم روشنفکران، چون روشنفکر به معنای واقعی کلمه تأثیر بسیار سزایی دارند در ایجاد تغییر و در زمینه پیشبرد این خواسته های مردم که همان تغییر، آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، پلورالیسم و غیره هست. متاسفانه ما در این زمینه هم دچار کمبود هستیم. آرزو میکنم که روشنفکران ایرانی با یک بازنگری نسبت به گذشته، با توجه به تجربه‌ای که کشورهای دیگه دارن، مملکت‌های دیگه داشتن در گذشته دور و نزدیک، همراه بشن با سازمان‌ها و احزاب سیاسی، نه به معنای تشکیلاتی، به معنای دقیقاً همراهی با هم دیگه، این گفتمان سرنگونی جمهوری اسلامی رو در میان عامه مردم، در میان همه مردم جا بیندازن. این یک مورد. دومین مورد، البته این توضیح هم بدم خدمت آقای نوری‌الله، منظورم از میدان داخل کشور بود، خارج از کشور نبود. در میان احزاب و سازمان ها امیدوارم که یک جدیت بیشتری به وجود بیاد در برنامه‌های سیاسی، در به حساب اون پلان هایی رو که دارن، هر چی هست هیچ اشکالی نداره. به نظر من ما خواه ناخواه به تقابل گفتمان ها خواهیم رسید. من به هیچ عنوان به این معتقد نیستم که نوع نظام رو به مردم باید در وهله اول محول کرد، چون این یک نوع پوپولیسمه. همین مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، همین مردم الان در وضعیتی هستن که اصلا شرایط یک انتخاب درست رو ندارن
ما باید از اون سلیبریتی بازی های سیاسی و چه میدونم پوپولیزم حتما خودداری بکنیم. نوع نظام سیاسی آینده ایران یک کار کارشناسی خیلی جدی میخواد، اینو باید محول بکنیم به کارشناسان سیاسی. احزاب سیاسی برنامه‌های خودشون رو ارائه دادن. من در مورد کردستان بگم که احزاب کردستانی برنامه سیاسی خودش رو کاملا مشخص کرده، احزاب دیگه هم به همین شیوه. لازمه که این برنامه ها به تقابل همدیگه برن، به همدیگه تعامل داشته باشن. من هیچ اشکالی نمی بینم اگه بین من و آقای نوری‌علا یا هر کسی دیگه اختلاف نظر وجود داره. مردم انتخاب خواهند کرد در آینده. در مورد داخل هم به نظر من الان ما نسبت به وضعیتی که وجود داره نیاز به یک لابیگری قوی داریم در سطح بین المللی که صدای مردم باشیم، هر کس در حد توان خودش این وضعیتی رو که مردم گرفتار شدن براش لابیگری بکنیم، به گوش جهانیان برسونیم، همراهی بکنیم با اون صداها و با اون نداهایی که در جهت منافع مردم ایران در حرکت هستند. دچار اون دوگماتیسم و تعصبات احساسی نشیم. من فکر میکنم ایرانیان با هیچ کشوری، با هیچ ملتی در هیچ جای دنیا دشمنی ندارن. نه با اسرائیل دشمنی دارن، نه با آمریکا دشمنی دارن، نه با اروپا دشمنی دارن، نه با عربستان سعودی ها به حساب مشکلی دارن. ایرانی ها خواهان همزیستی مسالمت آمیز با تمام ملت های جهان هستند. ایرانی ها به ویژه خواهان یک زندگی مسالمت آمیز، دوستانه، با عزت و کرامت، به ویژه با همسایگان عرب خود هستند، از جمله پادشاهی سعودی و عراق و دیگر کشورها. ما باید از این تابه ها رو باید بشکنیم، به مردم اطلاع رسانی بکنیم که اون چه که ایرانی دنبالش هست یک زندگی شرافتمند با کرامت در سطح جهانی است و آن هم میسر نخواهد بود مگر با سقوط جمهوری اسلامی. یک سری مسائل، نقطه آخر هم اینه، یک سری مسائل تاریخی حل نشدن وجود داره. اون دیگه وظیفه هر شخص و هر حزب و گروهی هست که مشخصاً نظر خودشو در رابطه با اون مسائل تاریخی حل نشده بیان بکنه. یکی از اون مسئله ملی است که در ایران هنوز حل نشده و لازمه حل بشه که میتونه ورق رو به گمان من برگردونه به نفع مخالفین جمهوری اسلامی و به ضرر جمهوری اسلامی. سپاسگزارم جناب آقای آهنگری. جناب نوریزاد، صدای منو داری؟ بله. تماستون قطع شد، بفرمایید. 5 دقیقه وقتتون، 1 دقیقه شب 4 دقیقه مونده، بفرمایید. من داشتم این رو میگفتم که اگر یک مدرسه رو به ما 4 نفر بسپرن، یه دبیرستان رو که نصفش دختر نصفش پسر، برخی از کلاساش بلوچن، برخی کلاساش عربن، لورن، بختیاری‌ان، برخی ترکن، فارسن، اسپانیان، شیرازی‌ان، ما 4 نفر استحقاق اداره این دبیرستان رو داریم یا بخش وسیعی از استعدادمون صرف اختلاف بین هم میشه. من میگم سرزمین ما ایران الان یک دلی بزرگ رو از ما التماس میکنه و ناجوان مردان است که اگر ما اصرار بر یکتایی سخن خودمون داشته باشیم، این هست و جز این ناجوان مردی بزرگ رو ما برای آینده سرزمینمون نداریم. اگر اصرار به این بکنیم که من درست میگم و دیگری اشتباه میکنه، ما همچنان از برکت جمهوری اسلامی بر سرمون به عنوان یک آوار برخوردار خواهیم بود. ببینید هندوستان میگن 15 تا 600 تا 700 تا مذهب در اونجا با آرامش در کنار هم زندگی میکنن. شما فکر میکنید این آرامش چگونه برآمده و چگونه برکشیده شده؟ جز این که فهیمان در اون جامعه این آرامش رو برای همه عقاید، باورها، نهله‌های بزرگ کوچک در اون جامعه فراهم کرده. ما چرا نباید بتونیم این آرامش هندوستان رو در میان اپوزیسیون ایجاد بکنیم؟ چرا نباید این خردمندی بزرگ رو به نفع رهایی سرزمین ایجاد کنیم؟ ما در داخل مشکلات گونه‌ای داریم، بزرگ، سترگ، آزاردهنده. مثلا شما با یک مقوله بختگون به اسم آیت الله مواجهید که صاحب
این مشکلات بزرگی است. شما با یک هیولا به اسم سپاه مواجهید، با یک دژخیم به اسم بیت رهبری مواجهید، با یک چاکر مسلکان بزرگ به اسم نمایندگان مواجهید، با یک اعجوبه های به اسم سیستم قضایی و قاضیان مواجهید و بعد این وسط مردم پراکنده و گاه خفیف و به شدت مختلف. حالا اگر اپوزیسیون که نخبگان این سرزمین اونها هم بخوان ادای اختلافات داخلی رو در بین عوام در بیارن و بگن که آقا من با همه تحصیلاتم و با همه نگرش ها و دانشی که به لحاظ سیاسی و اشرافی که در مجامع داخلی و خارجی دارم الا و بلا درست همون چیزی که من میگم و بعد همه با هم یک شوخی. خیر عزیز من، ما یک خورشید بزرگ رو به اسم رهایی ایران باید بگذاریم وسط به عنوان اشتراکات خودمون و این التماس بزرگ سرزمینمون رو بفهمیم و حتما اپوزیسیون در خارج از کشور باید به یک نمایش بزرگ فیزیکی و حضور میدانی فرو بشه و این رو به عنوان یک زیبایی بزرگ به مردمان در داخل کشور نشان بده، ارائه بده و اطمینان داشته باشه که تجمع 100 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر همینجوری که اضافه میشه برکتش و زیباییش در داخل جلوه افزونتری خواهد داشت. درود بر همه شما. سپاسگزارم جناب نوریزاد. جناب آقای علیار، شما هم 5 دقیقه وقت دارید، میتونید سوالی بپرسید از دیگر مهمون برنامه و میتونید خودتون استفاده کنید. من خیلی کوتاه حرف میزنم، فقط اینو میگم که امیدوارم که مبارزه بیش از 100 ساله مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و آزادی در این سال جدید یا در این سالیان جدید، در سال آینده یا سالهای آینده خیلی نچندان دور به ثمر برسه و همگی بتونیم به ایران برگردیم و همه بتونیم این بحث ها، این نبردهای گفتمانی رو اونجا پیش ببریم. و اتفاقا من فکر میکنم وظیفه آینده حکومت آینده ایران این خواهد بود که همه رو بتونه کنار هم بنشینه و هم بتونن حرفا رو بزنن بدون اینکه کسی بخواد به زندان اوین بره یا اعدام بشه یا شکنجه بشه یا فلان بشه. این وظیفه اصلی ماست که این بستری رو که گذشتگان ما موافق نبودن فراهم بکنن واسه ما که بتونیم حرفامون رو بزنیم، ما بتونیم برای آیندگان درست بکنیم و همه بتونیم حرف بزنیم، نظراتمون رو بگیم در مورد تمرکز، عدم تمرکز، چپ، راست، لیبرال یا هر چیز دیگه ای. اونجا است که این اتفاقات میتونه بیفته. من سال پرباری رو پیش بینی میکنم واسه همه و فکر میکنم که وظیفه سنگین‌تر، به قول من همیشه این حرف رو میزنم، خرسندم به قول جواهرلال نهرو میگه به دخترش، میگه خرسندم در دوره‌ای از تاریخ زندگی میکنم که اتفاقات و تحولات بزرگ اجتماعی میخواد توی کشور ما اتفاق بیفته. منم همین حسو دارم به ایران و احساسم اینه که اتفاقات بزرگی در راهه که این وظیفه همگی ما رو سنگین میکنه که امیدوارم موفق باشیم در این وظایف سنگین. شب خوبی رو برای دوستان آرزو میکنم. بله، سپاسگزارم. بینندگان و شنوندگان عزیز، صدای من رو از شهر استکهلم بر روی موج FM فرکانس 91.6 مگاهرتز شنونده بودید. همچنین صدا و تصویر ما رو از طریق فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام بیننده و شنونده بودید. برنامه دیگری بود از سری برنامه پرسمان با 4 مهمان عزیز: جناب دکتر اسماعیل نوری‌علا، سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران، جناب آقای محمد نوریزاد، نویسنده، فیلمساز و فعال اجتماعی، آقای کاوه آهنگری، عضو جریان سوم، جناب آقای کاکو علیار، کارشناس امور بین‌المللی. تا دیداری دیگر، بدرود.